سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و عالی باشید. امروز آمدیم با یه ویدیو خفن دیگه و بچه ها براتون فری فایر مد شده آوردیم. حالا من چند وقت پیشم داخل چنل تلگرام و روبیکامون به شما گفته بودم که بچه ها نسخه هک شده فری فایر رو به زودی براتون میذاریم. خیلیاتون باور نمی‌کردید ولی بالاخره برای شما الان ویدیوشو گذاشتیم و همه چیزشو بچه ها داخل همین ویدیو به شما میگم. و الان ما داخل این ویدیو میخوایم کلا بررسی کنیم ببینیم چی به چیه. و بچه بهتون را من یه توضیح از قبل بدم، اینکه شما همه آیتمایی که تو کل تاریخ بازی اومده از روز اولی که فری فایر اومده تا الان همه رو داره، یعنی یه دونه هم جا ننداخته و تمام ستای بازی داره، حتی ستایی که اصلا داخل سرور خاور نیومده همشون رو داره. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید که کم کم بریم بهتون نشون بدم این فری فایر هک شده رو و واقعا بچه خیلی جذابه. و بچه من قبلش یه نکته مهم بگم و عذرخواهی میکنم بچه، من مجبورم اسم چنل تلگراممون و روبیکامون رو صفحه بذارم که خیلی متاسفانه سوء استفاده میکنن. مثلا من نسخه مد شده رو دارم، خیلی میان از همین ویدیویی که من گذاشتم شات میگیرن و داخل چنلشون میذارن و اینو به قیمت‌های بسیار بالایی به مردم بنده خدا میفروشن و در صورتی که من اینو رایگان میخوام برای شما بذارم. پس من مجبورم اسم چنل تلگراممون رو و روبیکامون رو صفحه براتون بذارم که کسی نتونه حالا به هر حال از همین ویدیویی که من دارم میذارم از شاتمون اسکیپ بره و حالا خلاصه سوء استفاده بکنه. عشق منید، بزنید لایک و بریم برای ادامه ویدیو. فاکینگ 2000 تا ست داره بچه ها، پشماتون بریزه. 71 تا ست سرهمی داره، 1000 تقریبا 600 تا شلوار داره، همه بندیتای بازی، همه ست های سرهمی بازی، ست اتکان تایتان، ست وان پانچ من. من این نگم براتون بچه ها، یعنی خیلی جذاب همه ست های بازی، یعنی یه دونه هم جا ننداخته. این نسخه مد شده فری فایر همه ست های بازی رو داره بیشک، یعنی همشون ها، یعنی واقعا به قاطعانه میتونم بگم همشون رو داره. یعنی بچه اگه این اکانت بود خدا میدونه چند میلیارد قیمتش بود بچه واقعا. حالا منم این چند تا ستی که حالا من دیدم اولاشو فعلا پین کردم، از ساکورا هیپ هاپ اصلی گرفته تا ساکورا هیپ هاپ طلایی همه ست های بازی رو داره. اینم همه ماسکای بازی، این همه تتو، فقط 312 تا تتو صورت داره بچه. دیگه من دیگه زیاد صحبت نکنم، خودتون ببینید و لذتشو ببرید. و اینم فانتوم طلایی، حالا من اینم پین کردم. همه ستایی که حالا من دیدم خوشم آمده و چند تا رو پین کردم. خیلی از ستای خفن تر از اینا بودش که حالا من متاسفانه انقدر صدا زیاد بودم من نتونستم پیدا کنم، یعنی در حدی که زیاد بود من گوشی من داشت هنگ میکرد. اول این نصب کرده بودم. اینم از الیت 5 بازی، الیت دزدان 1 که حالا من الیت 7 و چند تا از این الیت های قدیمی بازی هم پین کردم. اینم از جاکت آبی، همه شلوار برزیلیاش، همه شلوارهای بازی از هری، برزیلی، زرد، قرمز، سفید، آبی و دیگه نگم براتون بچه. حالا من این شاتم بگیرم و بچه 366 تا دنس داره، یعنی همه دنس های بازی که از روز اول که وارد گیم شدن همه رو داره، یعنی یه دونه هم جا ننداخته بچه، همه رو داره. یعنی مثلا نمیگم آقا چند تایشو نداره بچه، همه رو داره. فقط 43 تا دنس ورود داره. اصلا آقا مگه 43 تا اصلا دنس ورود هست داخل بازی؟ یعنی ببینید به این جذابی خدا وکیلی بچه های اکانتو. البته اکانت که نه بچه، نسخه مد شده فری فایره که من در ادامه بچه های توضیحات بسیار مهم و زیادی حالا در ادامه بهتون میگم که کلا چجوری نصب میشه چجوریه. حتما تا آخر ویدیو رو ببین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکن که همین لایک و کامنت کردناتون به ما کلی انرژی میده. و آقا ببینید دیگه بچه خودتون تمام گان مکس های بازی، تمام دنس های بازی، آقا دیگه هیچی نمونده اکان نداشته باشه. اینم از دنس وان پانچ من که بچه واقعا دنس خفنی و قدیمیه. حتی بچه این وان پانچ من نیست، دنس استریت فایته، یکی از قدیمی ترین همکاری های بازی بوده. اینم دنس مکلارن. حالا پایین تر دنس گان مکس ها رو میبینید، تمام دنس های کوبرا رو میبینید. اینم دنس MP کوبرا مکس. و بچه ها این دنس وان پانچ منه، بله این دنس وان پانچ منه به این خفنی. و
آقا این دنسش هم بچه خیلی باحاله، با نمکی کلا. اینم دنس خیلی کمیابی، کمتر کسی این دنس رو داره روی اکانتاشون که حالا ما همه دنس های کل بازی داریم. حتی یه سری از دنس ها که کلا بچه داخل سرور ما نیومده کلا. و حالا بچه من دیگه نیاز نیست توضیح بدم، خودتون میشناسید، خودتون میبینید و شاهد همه چیز هستید. واقعا بچه خیلی خفنه، خیلی خفنه. حالا بریم سمت دنس های الیت های بازی. حالا بریم پایین تر بچه، ببین چقدر دنس، اصلا تموم نمیشه. این هم کلی دنس که حالا بریم سراغ دنس های الیت های بازی، مثل هم الیت بمب و عقرب و اینا که الیت قدیمی های بازی که بچه واقعا دنس هاشون خیلی خفنه. الیت قدیمی ها واقعا دنس های خفنی داره. حالا این دنس هم بچه، این دنس هم دنس خیلی کمیابیه، دنس خیلی خاصیه، من ندیده بودم تا الان دنس رو. و حالا بریم پایین تر و دنس الیت قدیمی های بازی رو میبینید، الیت رمپیج 2. بعد این دنس خیلی خفن که حالا من اینو میذارم تو دایره دنس ها، میام دنس الیت بوده. و دنس الیت، این فراموش کردم بچه، دنس الیت بمب که حالا بالاش هم الیت دراگونه، دنس الیت دراگونه. واقعا بچه خیلی خفنه، بیشتر یکی از خفن ترین دنس های بازی دنس الیت بمب. بچه شما بگید دنس مورد علاقتون چیه داخل کامنت ها. و آجیزا تموم نمیشه، یعنی تعداد دنساش از تعداد ستای اکانت اصلی من بیشتره. این هم از بخش پشمریزون گان ها که بچه از همه گان لویلی 2-3 تا رو داره، یعنی 3 تا فقط گان لویلی یکی داره. پشماتون بریزه بچه. حتی اسکار لول 8 که هنوز داخل گیم هم نیومده رو داره. تمام 3 تا گان ها، یخ های بازی و همه رو داره، همه اونا که داخل گردون اومدن فول اینک همه رو داره بچه. یعنی در حدی بچه گوشی من داره هنگ میکنه بچه. 95 تا اسکین M4، اصلا مگه 95 تا اسکین M4 داخل بازی هست؟ ببینید بچه همه اسکین گان های بازی رو داره، واقعا جذابه. حالا من بخوام بهتون نشون بدم دونه دونه، تایم ویدیو 1 ساعت هم رد میکنه به خدا. من دیگه حالا زیاد صحبت نکنم، بریم برای توضیحات تکمیلی. خب داداش بهتون بگم بچه ها اینو خیلی ها میفروشن، یعنی همین نسخه مود شده فری فایر رو میفروشن، مثلا ماهانش رو میدن، یعنی اشتراک 1 ماه همین رو میدن 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن یا بیشتر حتی بهتون بگم. و من قرار بر شما رایگان بذارم و ببینم آیا استقبال میشه از این یا نه. بچه ها اگه لایک های این ویدیو 100 تا برسه و کامنتاش هم به 100 تا برسه، من برای شما همین فایل رو داخل چنل روبیکام برای شما میذارم که لینک چنل روبیکامون هم رو صفحه براتون میاد. حتما عضو بشید که من اونجا برای شما فایل رو میذارم. استفاده ازش هم راحته، هیچ کار سختی نداره و کلا یه برنامه هست که شما نصب میکنید. پس بچه ها حتما عضو چنل ما بشید و همین الان بچه ویدیو رو لایک بکنید که سریع به 100 تا لایک برسیم. و همین الان بچه کامنت برامی بذارید و بگید داخل کامنت بچه این نسخه مود رو برای شما بذارم یا نه، چون خیلی بچه اینو میفروشن و من قراره برای شما اینو به صورت کاملا رایگان بذارم که شما هم استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. عشق منید. خلاصه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. مجددا میگم لینک چنل روبیکامون رو رو صفحه براتون میذارم، حتما عضو بشید که من بچه فایل‌ها رو داخل همون چنل میذارم. عشق منید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار. Sometimes the silence guides the mind to move to a place so far away.